دگمه هایی که به طور پیش‌فرض توی گیمبال تعریف شده حرکتاشون، یکی این دگمه جلوییه که من آوردم روی حرکت دادن دوربین. این رو بهتون میگم، به طور حالت عادی هیچ کاری انجام نمیده. دگمه پایین یعنی شما زمانی که تراز دوربینتون به هم خورده باشه، این دگمه رو دوبار میزنید، رو حالت تراز قرار میده دوربینتون رو. یا هر تغییری که دوربینتون کرده باشه مثل این، من دوبار میزنم، رو حالت تراز قرار میده. اگر 3 بار بزنم میاد رو حالت سلفی، تو این حالت قرار گرفت و شما میتونید یا سلفی بگیرید یا کاربردهای دیگه هم داره که جلوتر خدمتتون میگیم. اگر میخوام به حالت اول برگرده، دوبار میزنم، به حالت قبل برمیگرده. دگمه های دیگه ای که داره، یه جویستیک داره برای جهت دوربین به هر سمتی که میخواین دوربین رو بچرخونید از این جویستیک استفاده میکنید. و یه رکورد تصویری داره، دگمه M که پیش‌فرضش برای قفل کردن مانیتور هست، منو هست و میشه این رو تغییر داد، به حالت عکاسی قرارش داد که عکس گرفته بشه. دگمه های بغل یه دگمه 3 حالته است برای حالتهای مختلف تصویر که از حروفای PTF، PF و FPV تشکیل شده که هر کدومش یه حالت برای تصویر برداریه. دگمه پاور رو داریم که زمانی که من این دگمه پاور رو یه بار بزنم، گیمبال من رو تو همین حالت قفل میکنه. زمانی که نیاز ندارین از گیمبال استفاده کنید و میخواین مساباتتون رو پایین بیارید، روی این حالت قرارش میدین. اگر دوباره بزنم از حالت قفل در میاد و گیمبال من دوباره شروع به کار میکنه. اگر من نگهش دارم 3 ثانیه قفل میشه و خاموش میشه. اگر دوباره نگهش دارم روشن میشه و به حالت تراز قرار میگیره. زمانی که روی PTF میذاریم دگمه رو، یعنی بالا که قرارش میدیم، من گیمبال رو به هر جهتی حرکت بدم دوربین به اون سمت میچرخه. یعنی من با مچ دستم به سمت چپ، راست، بالا، ببینید سر دوربین اومد پایین، ولی به صورت رول یعنی به اطراف نمیچرخه. یعنی چپ و راست و پایین و بالا رو من تو این حالت دارم. اگر دگمه جلوی گیمبال رو نگه دارم، تمام جهت ها قفل میشن و سر گیمبال به هیچ جهتی نمیچرخه. من دگمه رو نگه میدارم، میچرخونم گیمبال رو، دستشو، و میبینیم که دوربین کاملا قفل شده توی یه مسیر. میام رو حالت دوم، حالت PF. تو این حالت دوربین به اطراف با دست من میچرخه ولی پایین و بالا رو نمیچرخه و رول هم نمیزنه. یعنی فقط به سمت چپ و راست با دستم میچرخه. دوباره اگر دگمه جلو رو نگه دارم، گیمبال رو قفل میکنه و دیگه با مچ دست من به هیچ حالتی نمیچرخه و زاویهش ثابت میمونه. زمانی که دگمه رو روی FPV بذارم، میبینیم که با مچ دست من به 2 طرف میچرخه، به پایین و بالا میچرخه و رول هم چرخش داره و با دستم به اطراف هم چرخش خودش رو انجام میده. تو این حالت اگر دگمه جلوی گیمبال رو نگه دارم، میبینیم که گیمبال دوباره دستش قفل شد ولی رول رو انجام میده. این دگمه ها قابل تعریف حرکاتی که انجام میده و این رو جلوتر با هم دیگه میبینیم که اگر خواستید میتونید تعریف این دگمه ها رو تغییر بدید. روی حالت FPV شما میتونید نوع حرکت گیمبال رو تغییر بدید. فقط کافیه که توی منو وارد بشید، FPV که پایین سمت چپ رو بزنید و به سمت راست یا چپ تغییرش بده. میبینید که ما مثلا 3D رول 360 داریم. اگر روی این حالت بذاریم، هر وقت روی FPV بریم راحت میاد روی 360 درجه و ما میتونیم گیمبال رو 360 بچرخونیم و باهاش تصویرمون رو بگیریم. گزینه بعدی حالت پورترس یا پورتریت.
بله این گیمبال هم باش میشه تصویر پورتره عمودی واسه این استاینا گرفت، فقط شکلش خود متفاوته. ما باید گیمبال رو به سمت جلو نگه داریم برای پورتره گرفتن. دوربین عمودی میشه و میتونیم پورتره خودتون رو تصویرتون رو بگیرید برای شبکه اجتماعی و اینستاگرام. حالت آخر حالت کاستوم و انتخابیه که یه علامت مداد بالا سمت راست میاد که میشه تنظیمات اون رو طبق چیزی که میخواید تغییر بدید. 3 تا گزینه داد: تیلت، رول و پن. این 3 تا گزینه در واقع شما مشخص میکنید گیمبالتون به چه جهتی فقط حرکت داشته باشه. مثلا من هر 3 تا رو خاموش که بکنم میبینید که هیچ تغییری نمیکنه و تو زاویه‌ای که میخوایم ثابت شده. اگر فقط تیلت رو روشن کنم، همونطور که توی تصویرش نشون میده جهت بالا به پایین فعال میشه و گیمبال دوربین رو به سمت بالا پایین حرکت میده ولی هیچ جهت دیگه‌ای فعال نیست. اگر رول رو فعال کنم فقط به سمت اطراف میچرخه ولی هیچ حالت دیگه‌ای با مچ دست من نخواهد چرخید. رول رو غیر فعال میکنم. پن آخرین گزینه است که فقط به اطراف فعال میشه. پس ما گزینه سوممون دگمه رو وقتی به سمت پایین تا آخر میاریم میتونیم روی هر حالتی که خواستیم به صورت پیش‌فرض فعالش کنیم و کار رو با گیمبال ادامه بدیم. توی منوی پیش‌فرض گیمبال گزینه بعدی که داریم شکل لرزش گیمبال رو نشون داده. میریم واردش میشیم. ببینید 2 تا حالت داره: نورمال و سوپر اسموت، که نورمال حالت استفاده طبیعیش، سوپر اسموت یعنی خیلی نرم بخواد واسه مواقعی که حرکت زیادی دارید مثل دویدن تو اون حالت میذارید و خیلی نرم تصویرتون رو لرزش رو میگیره. شما رو حالت نورمال که قرار دارید هر بار که گیمبال رو تراز کردید بهتره که این کار رو انجام بدید. یعنی استارت کالیبریشن رو میزنید پایین، دکمه پایین رو، که به صورت اتومات گیمبال رو با دوربین وزنش رو تراز کنه که بتونید بیشترین لرزشگیری رو داشته باشید. انجام شد. تیلت، رول و پن رو تنظیم کرد که ما اونجوری که میخوایم استفاده کنیم. اگر از این حالت رو حالت سوپر اسموت بخوایم بریم باید دوباره کالیبره انجام بشه و این پیغام رو بهتون میده. من اینجا انجامش نمیدم چون نیازی نیستش فعلا. هر وقتم احساس کردید که ترازتون درسته، دوربین رو وصل کردید و گیمبال داره میلرزه، در واقع همون کالیبره رو باید حتما انجام بدید تا این لرزش گیمبال برطرف بشه. گزینه بعدی پایین سمت راسته که شکل یک آدم رو داریم که در حال حالا یا دویدن یا راه رفتنه. این به این معنیه که شما سرعت گیمبالتون بر چه اساسی تعریف بشه. اگر من روی اسلو بیارم گیمبالتون خیلی نرم با دستتون حرکت میکنه و دیرتر حرکتش با مچ شما مچ میشه. ولی اگر رو حالت فست بذارم به محض اینکه گیمبال حرکت کنه دستش دوربین هم باش حرکت میکنه. حالت آخر حالت کاستوم انتخابی که باز همون علامت مداد بالا سمت راست اومد، اون بزنم میتونم سرعتش رو خودم تعریف کنم که با چه سرعتی پشت دست من حرکت کنه، که اکثرا ما روی مدیوم متوسط میذاریم و بنا به استفاده شما میتونه این گزینه متفاوت باشه. گیمبال های RS3 و RS4 این قابلیت رو دارن که با بلوتوث به دوربین وصل بشن و یه سری عملها رو با بلوتوث انجام بدن، مثل رکورد کردن بدون نیاز به هیچ اتصال کابلی میشه رکورد رو با گیمبال انجام داد. به راحتی همین کار امکان پذیره. برای این کار باید توی دوربین وارد منو بشید و از بخش نتورک بلوتوث فانکشن رو آن کنید. وارد پیرینگ میشید. بعد میاد توی گیمبال برای پیدا کردن بلوتوث منو رو از بالا به پایین میکشید، یه علامت بلوتوث میاد میزنید روش رو و
پیام میاد که میتونید بلوتوث رو اتصال بدید. کانفرم رو میزنم، میبینیم که دوربین رو به ما نشون میده. من حالا 2 تا دوربین وصله اینجا، باید ببینم که دوربین اصلی من الان کدومه که روی گیمبال وصله. احتمالاً بالایی باشه. کانکت رو میزنم، کانکت شد و بعد از کانکت شدن زمانی که دکمه ریکورد رو بزنم دوربین شروع میکنه به ضبط کردن، یعنی با بلوتوث وصل شد برای ضبط کردن. به همین سادگی بدون اتصال هیچ کابلی میشه دوربین رو به گیمبال وصل کرد و با یه دکمه رکورد رو انجام داد. شما حتی میتونید از طریق گیمبال عکس هم بگیرید، با همون بلوتوث میشه عکس هم گرفت. باید دکمه M رو برای عکس تعریف کنید. وقتی میخواین این کار رو بکنید، من منوی گیمبال رو به بالا میکشم، به صفحه دوم میرم، ام باتوم رو اینجا میبینیم. ام باتوم الان برای قفل تعریف شده، یعنی من زمانی که روش کلیک بکنم میاد اسکرین من رو قفل میکنه که من دستم اتفاقی به منو نخوره. و دوباره ام رو میزنم، اسکرینم باز شد از حالت قفل. اگر روی منو ام باتوم رو بزنم میتونم از تو 2 حالتی که داره تیک فوتو رو فعال بکنم. حالا دکمه ام من برای گرفتن عکس تعریف شده. ام رو میزنم و دوربین من این قابلیت رو داره که عکس بگیره. زمانی که بخوام منو رو قفل بکنم بدون دکمه ام، چون ام رو الان مثلا برای عکس تعریف کردم، اگه قفل باشه که با یه ام راحت قفل میشه. منو رو از بالا به پایین میکشم و علامت اول سمت چپ علامت قفله. اسکرین قفل شد، یعنی دستم اگه اتفاقی به صفحه بخوره صفحه قفله و هیچ تغییراتی انجام نمیشه مگر اینکه نوشته sweep up to unlock screen. از پایین به بالا میکشم و از حالت قفل خارج میشه. گزینه بعدی صداست که رو حالت سایلنت قرار میده گیمبال رو که هیچ صدایی نده. حالا یا رکورد میکنی یا هر تغییری که میدی گیمبال صدا میده، اون صداهای گیمبال رو غیر فعال میکنه. گزینه بعدی که از منوی گیمبال مونده زمانی که گیمبال از بالا به پایین صفحه‌شو میکشیم، بخش ستینگشه، سمت راست پایین میزنم. یه سری گزینه ها داره اینجا که اون مهمتراشو بهتون میگم. مثلا گزینه اولی نوشته دیزیبل سلفی، اینکه سلفی رو غیر فعال کنیم، همونی که 3 بار جلو رو میزنیم دوربین برمیگرده. نیاز به غیر فعال کردنش فکر نمی‌کنم باشه هیچ وقت. میریم پایینتر، گزینه‌های مهمتر یکیش پوش موده. پوش مود یعنی اینکه به شما اجازه بده که با دست گیمبال رو زاویه‌اش رو مشخص کنیم. به طور پیش‌فرض گیمبال اگر با دست حرکتش بدید، اجازه بدید من غیر فعال کنم، حرکتش بدید برمیگرده سر جای اولش. ولی زمانی که پوش مود رو فعال کنید و پن و تیلت تیکش رو بذارید و فعال بشه، شما میتونید با دستتون زاویه گیمبال رو مشخص کنید. توی رول تاثیر نمیذاره و نمیمونه، ولی پن و تیلت رو میتونید باهاش تنظیم کنید با دستتون و خیلی راحت از گیمبال استفاده کنید. نگرانی هم نداشته باشین زمانی که به جای گیر که سرش چرخید فشاری بخواد به موتوراش بیاد. گزینه بعدی هوریز کالیبریشنه که هوریزونتال یعنی حالت ارضی رو کالیبره میکنه. یه موقعی هست دوربین رو میذارید روی گیمبال، بعد میبینید دوربین کج ایستاده، صاف نیست و شما با این گزینه کالیبر کردنش میتونید دوربین رو صاف کنید و ترازش کنید. بعد گیمبال اوتو چک، اتومات گیمبال رو چک میکنه توی زوایای مختلف و شکل‌های مختلف. ریستور پارامتر هم هر تغییری که دادید رو به حالت اول برمیگردونه. لنگویج زبانه و دیوایس اینفو فرم‌ویر ورژن هم مربوط به مشخصات گیمبالتون میشه. فرم‌ویر ورژن هم آپدیت گیمبالتونه و چیزهای مهمی که اینجا بود همیناست. تموم شد، زیاد کاربرد نداره غیر از اون حالت پوش مود و هوریز کالیبریشن که برای کالیبره کردن بود. میریم توی منوی بعدی. منوی بعدی منوی قابل استفاده و مهمیه.
صفحه رو از چپ به راست میکشم. 3 تا گزینه داره، 3 تا کاری که گیمبال میتونه انجام بده: تایم لپس، ترک و پانوراما. روی تایم لپس برای چه کاری استفاده میشه؟ برای گرفتن طبیعتاً عکسای تایم لپس. یعنی شما گیمبال رو تراز میکنید و بلوتوث که وصل باشه میتونه خودش عکاسی کنه، میگید که از این نقطه تا این نقطه تو این زمان بچرخ و این تعداد عکس رو بگیرید که تو ادیت عکس‌ها رو به هم وصل میکنید و یه تایم لپس خوشگل میتونید داشته باشید. روی منوش هم گزینه‌ای که نوشته به این معناست: گزینه اول اینتروالشه که 2 ثانیه است، یعنی خروج شما میخواد تبدیل به چند ثانیه بشه، چند دقیقه این تایم لپس طول بکشه حرکت دوربین و چند فریم بر ثانیه قرار عکس گرفته بشه. با توجه به اینکه 2 ثانیه و 60 فریم بر ثانیه پیش فرضشه، یعنی بعد 120 تا عکس تو مدت زمان 10 دقیقه گرفته بشه و شما میتونید این رو تغییر بدید به هر پارامتری که مورد نیازتونه. کلیپ لن 5 ثانیه که نوشته به این معنی که هر 5 ثانیه عکسش گرفته میشه. اگه اون پارامترها رو تغییر بدید این هم زمانش تغییر میکنه. من نکست رو میزنم، میاد اینجا مشخص میکنه که از نقطه اول، دوم، سوم به چه صورت حرکت بکنه. این نقطه ها رو شما تعریف میکنید. برای مثال من گیمبال رو روی بخش نقطه اول قرار میدم، به اضافه رو میزنم، نقطه اول براش تعریف شد و بعد نقطه دوم رو براش تعریف میکنم، به اضافه رو میزنم، نقطه دوم هم تعریف شد. اگر پریویو رو بزنم، از حرکت از نقطه اول به نقطه دوم رو به من نشون میده. این مسیر حرکتش خواهد بود که توی این مسیر اون 120 عکس رو توی 10 دقیقه میگیره و زمانی که استارت رو بزنم خودش شروع میکنه عکس گرفتن. هر 5 ثانیه از اونجا تا اینجا حرکت میکنه و عکسش رو میگیره. این برای تایم لپسش. میریم روی گزینه ترک. ترک برای تصویر برداریه، برعکس تایم لپس که برای عکاسی بود، ترک برای تصویر برداریه. شما هر چند تا نقطه‌ای که بخواید رو مشخص میکنید، نقطه اول، دوم، سوم و چهارم یا حتی بیشتر، و دوربین این نقاط رو حرکت میکنه و تصویر رو برای شما میگیره و هر بار میتونید این تصویر رو تکرار کنید دوباره. افکت‌های خیلی باحالی میشه اینطوری به دست آورد که توی پکیج‌های آموزشی آینده حتما خواهیم گذاشت. من برای نمونه به اضافه اول رو میزنم روی همین نقطه. movement duration زمان حرکت، چون نقطه اول زمانی تعریف نمیشه براش ولی استیت تایم داره، یعنی که تو این حالت چند ثانیه بمونه و بعد حرکت خودش رو شروع کنه. رو همون 0 باشه. نکست رو میزنم، نقطه اول ایجاد شد، به اضافه بعدی رو میزنم و جاش رو تغییر میدم. میشه قبل از به اضافه زدن هم جاش رو تغییر داد. میگم این نقطه تو چند ثانیه برسه به این نقطه، میزنم 5 و تو این نقطه چند ثانیه بمونه که نمیخوام مکسی داشته باشه. نقطه سوم رو براش تعریف میکنم، به اضافه رو میزنم، میگم توی 10 ثانیه برسه به این نقطه و 5 ثانیه هم یا 3 ثانیه توقف داشته باشه و نقطه چهارم رو میخوام برگرده به این نقطه. به اضافه رو میزنم و توی 3 ثانیه واسه من برگرده به این نقطه بدون مکس. اگر پریویو رو بزنم شروع میکنه از نقطه اولی که تعریف شد حرکت رو انجام میده به همین زیبایی. اگر استارت رو بزنم رکورد میکنه و این مسیر حرکتی رو فیلم میگیره. این از بخش ترک. پانوراما نوع عکاسی از یک فضا. حالا شما ممکنه پانوراما رو ارضی بخواید تصویر داشته باشید، ممکنه بخواید کروی داشته باشید یا یک فضای بزرگ رو. تعریفی که از قبل روش شده 3 یا 4 حالته. حالت آخر که کاستوم انتخابیه، 3 تا حالت پیش‌فرض داره. من برای مثال 180 درجه رو انتخاب میکنم. تو 180 درجه 6 تا عکس میگیره و
پیش‌فرضش به این صورت قابل تغییر نیست، ولی توی نرم افزار گوشیش خیلی جزئیات بیشتری رو میشه تغییر داد و باهاش کار کرد. اگه استارت رو بزنم شروع میکنه از نقطه اول، دقیقاً زاویه 180 درجه نسبت به گیمباله. عکس اول گرفته میشه، عکس دوم، عکس سوم، تا اون 6 عکسش کامل بشه توی 180 درجه و ما توی نرم افزارهای ادیت مثل فتوشاپ بتونیم عکس پانوراما داشته باشیم. طبیعتاً باید عکس‌های شما نقطه اشتراک داشته باشه تا نرم افزار بتونه تشخیص بده که این عکس تو چه زاویه‌ای کنار اون عکس قرار بگیره و عکس پانوراماتون رو تشکیل بده. اگه از لنزهای خیلی تله استفاده کنید نمیشه این کار رو انجام داد. البته باز هم میگم توی نرم افزار موبایلش خیلی دقیق تره. شما حتی فاصله کانونی لنز رو هم میتونید تعریف کنید، اینکه دوربینتون فول فریمه یا کراپه که چه ضریبی میخوره. همه اینها تو اون نرم افزار قابل تغییره که جلوتر بهتون میگیم اونا رو. بخش پانوراما هم که توضیح دادیم و این منو هم تموم شد. آخرین منویی که برای توضیح میمونه منوی پایین به بالای گیمبال هست. اینجا یه سری گزینه‌ها دارید که میتونید تغییرش بدید. گزینه اول بالا سمت چپ جویستیک اسپیده که سرعت جویستیک شما رو تغییر میده، که الان روی مدیوم برای من میتونم روی اسلو بذارم. زمانی که روی اسلو کلیک کنم و اسلو بذارم خیلی آرومتر دوربین حرکت میکنه. و جویستیک اسموتنس نرمی حرکته، اینکه یک دفعه شروع به حرکت بکنه شتابش ثابت باشه یا اینکه از شتاب صفر شروع کنه سرعت زیاد بشه و به سرعت مورد نظر برسه. من ترجیحاً توی کارهای خودم جویستیک اسپید رو روی مدیوم میذارم و جویستیک اسموتنس نرمی رو روی های میذارم روی حد اکثر. این باعث به زمانی که حرکت میکنم و حتی زمانی که ول میکنم اون جویستیک رو سرعت به آرومی کم بشه، ضربه نزنه اصطلاحاً توی کار. و گزینه بعدی رو که دیال فانکشنر رو میذارم آخر. دیال اسپید رو داریم. دیال این دسته جلوه که میچرخه، این غلطک جلوست که جدا میشه اون رو تعریف کرد برای کارهای مختلف که گفتم آخر این بخش بهتون میگم. سرعتش رو میتونید تنظیم کنید بر اساس 0 تا 100. عین جویستیک اسپید بخش دیال اسموتنس یعنی نرمی حرکت رو هم داره که یک دفعه ضربه نزنه موقع حرکت. به طور پیش‌فرض تعریفی نداره و اینو حرکت بدید دوربین حرکت نمیکنه. میخوام بهتون بگم آخر کار که چطور میتونید تعریفش رو عوض کنیم. ریورس دیال که این رو حرکتش رو برعکس میکنه. و گزینه آخرم که تنظیمات امباتومه برای کلید M و اینه که بهتون گفتم 2 تا گزینه داره که یکیش مربوط به عکاسی، یکیش مربوط به قفله، میتونید تغییرش بدید. برمیگردیم سر دیال فانکشن. خب این که دکمه جلو چه کاری قراره انجام بده برای ما، واردش میشم. یه سری گزینه داره از فوکوس موتور گرفته تا آخرین گزینه. فوکوس موتور که طبیعتاً مربوط به زمانیه که موتور فوکوس رو وصل میکنید و این اون موتور فوکوس رو حرکت میده. و گزینه‌های بعدی تا تقریباً 4-5 تا گزینه که آخرین گزینه شاتره نیاز به اتصال کابل داره. زمانی هم که کابل رو وصل میکنید بلوتوث باید قطع بشه تا بتونید از دیال و کابل درست استفاده کنید. یعنی زمانی که کابل رو وصل کنید میتونید خیلی راحت شما ایزو اپرچر که تو ایران بهش میگن دیافراگم ولی درستش اپرچره و شاتر رو تغییرش بدید با این رول جلو. و ما این کار رو الان انجام میدیم. میام کابل رو وصل میکنم. جلوی گیمبال 3 تا جای اتصال کابل داره. توی گیمبال های RS4 یکی از اینجا اومده پشت برای اینکه تعدد کابل ها جلو اذیت نکنه که کار هوشمندانه ای بود. یکی از این علامت ها علامت دوربین داره کنارش و ما کابلمون باید به اون وصل بکنیم. کابل رو از زیر دوربین رد میکنم. کنار دوربین رو که باز بکنم یه علامت تایپ C داره. این کابل تایپ C به تایپ C.
وصل میکنم روی تایپ C، دوربین رو روشن میکنم. زمانی که بخوایم با USB و با کابل دوربین رو وصل کنیم و دیگه اون پیام همیشگی این که با چه حالتی میخواد کابل وصل بشه نیاد، اول وارد منو دوربین میشیم، بخش آخر که بخش ستاپ هست میایم پایین و تو USB کانکشن مود رو واردش میشیم و روی آخری PC ریموت میذاریم. اینطوری برای همیشه هر وقت کابل رو وصل کنید به دوربین حالت PC ریموت فعال میشه و میتونید تنظیماتتون رو تغییر بدید. زمانی که دوربین رو روشن بکنید توی منو بالا سمت چپ، زمانی که رو منو اصلی هستید علامت دوربین میاد. دوباره وارد همون بخش میشم، دیال فانکشن. ببینید گزینه دوم نوشته فوکس یا فوکوس و زوم و ادامهش داده که حتما باید کابل وصل باشه. زمانی که روی این گزینه دوم برید و فوکوس رو روی دوربین رو حالت مانوئل بذارید، با این میتونید فوکوس رو تغییر بدید. ولی یه مسئله وجود داره، این که این دیال خیلی باید بچرخونید تا این فوکوس رو تغییر بده و یه مقدار دشواره، هرچند که نیازم نمیشه. ما تو کار حرفه‌ای، کار ودینگ با دوربین های جدیدی که اومده خیلی کار فوکوس گرفتن راحت شده و میشه به فوکوس اتومات دوربین با توجه به توانمندی شما اعتماد کرد و از اونها استفاده کرد. گزینه بعدی گزینه ISO یا ایزوی که برای تغییر ایزو میتونید از این دیال جلو استفاده کنید. البته دوربین من FXCه که دوال بیس ایزو من رو 800 تنظیمش کردم و رو حالت متغیر نیست که با این بشه تغییرش داد. گزینه بعدی اپرچره که تو ایران دیافراگم شناخته میشه که اشتباه هم هست و اصطلاح اصلیش اپرچره و زمانی که اپرچر تیکش رو بزنید با این دیال جلو میتونید اپرچر رو عوض کنید، عددش رو یه مقدار بد عوض میشه. اصلا این مشکل همه RS3 ها هست. RS4 رو تست نکردم. زمانی که این رو حرکت میدید تیک میزنه، مثلا از روی مثال 12 میره تو 8 دوباره میره تو 11، یه همچین حالتیه ولی قابل تنظیمه. گزینه بعدی شاتره که باهاش میتونید شاتر روی دوربین رو تغییر بدید. میریم روی گزینه‌های بعد از اون که نیاز به کابل نداره، اصلا ربطی به کابل نداره، مربوط به خود گیمباله. گزینه رول، زمانی که رول رو فعال کنید با حرکت دادن این دسته دوربینتون رول میزنه. البته به تعریف سرعت شما توی منو هم بستگی داره که بهتون نشون دادم. پن هم به همین صورت برای اجرای پن، تیلت هم برای بالا پایین تیلت زدن میشه که من روی تیلت اصولا میذارم این رو. پس اگر نیاز به تغییر شاتر ایزو دیاف نداشته باشید یا تغییر فوکوس با این گزینه، به هیچ وجه نیاز به کابل هم نخواهید داشت. البته میشه کابل رو جوری وصل کرد، مثلا اگر جای کابل رو عوض بکنم دوربین از گیمبال برای تغذیه استفاده میکنه که باتری دیرتر خالی بکنه و این میتونه خیلی کمک کنه، ولی به همون نسبت گیمبال زودتر باتری تموم میکنه. برای اینکه بتونید از شارژ گیمبال استفاده کنید باید این کابل رو از بالایی بذارید روی پایین ترین. علامت روی دوربین عوض میشه و علامت شارژ میاد روی دوربین، متوجه میشید که داره از شارژ گیمبال استفاده میکنه برای شارژ کردن خودش.